خداوند بانگ برداشتن به بد زبانی را دوست ندارد مگر از کسی که بر او ستمی رفته باشد و خداوند شنوای داناست. که صداهایی که ما میشنویم از نظر تخصصی صداهایی که توی استودیو ضبط شده. همه اینها جوسازی است. گفتن اگر اینجا بیستید کارگرها میان شبونه شما رو با چوب و چماق میزنن، دست و پاتون رو میبندن، از این کوه پرت میکنن پایین. وقتی که اغراق انجام بشه و برجسته سازی انجام بشه، متاسفانه اون چیزی که مسله میشه و در واقع از بین میره حقیقته. به روایت خود فیلم سال 82 اتفاق افتاده، چرا داره در سال 87 پخش میشه؟ تو زمین من عده‌ای کشته شدن. در واقع مصاحبه ها همش روی یک محوری طراحی شده که یک عقیده رو ثابت بکنه و اون عقیده غصب زمین. قصد داشتم که کار خیلی انجام بدم. این درگیری ها رو خود آقای عادلی اینا در ثبت هم نفوذ کرده بودن. سند این پلاک به اسم مادر من صادر شده بود. این زمین ها میگن مال آقای هادویه، راست میگن؟ نه خیر. از 3 دادگاه متفاوت با 3 تا شخصیت متفاوت وقتی که رجوع کرده و همه جا جواب رد شنیده، خب یکی از علائمشه که حق نداره، حق به جانب او نیست. هیاهو برای هیچ. فیلمی که اخیراً توسط عده‌ای مجهول الهویه با هزینه‌ای بسیار زیاد علیه دانشگاه آزاد اسلامی تولید و تکثیر شده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جنگ روانی رسانه‌ای ارزیابی شده و اهداف پنهان و پشت صحنه آن از دید هر مخاطب هوشیار و بی‌غرضی قابل مشاهده و تحلیل است. این فیلم در واقع میشه اسمشو گذاشت بازسازی یک پرونده تا بازخوانی یک پرونده و هر بیننده متخصص و غیر متخصصی حتی میتونه تشخیص بده که این یک فیلم کاملا ساختگی بر اساس ژانر مستند داستانی. در این فیلم سازندگان سعی کردند با دستکاری و تحریف اطلاعات احساسات مخاطبان را برانگیزانند. تصاویری که از نگاه هر مخاطب هوشیاری مملو از تناقضات فنی و محتوایی است. متهم آقای دکتر جاسمیه با آقای حاجی ابراهیمی. استفاده مکرر از ترکیب صدا و فریادهای تصنعی جهت حاکمیت بخشیدن فضای احساسی بر فیلم و درگیری‌های خودساخته از جمله ایرادات ترفندی و تکنیکی این فیلم است. یه شب اومدن به ما گفتن که اگر امشب اینجا بمونین ما 100 تا کارگر بالا با چماق آماده کردیم، 100 تا تایر بردیم بالا و اینا رو جلوی ما بردن. یعنی مثلا لودری از جلوی ما رد شد که 100 تا لاستیک فرسوده تو بیل لودرش بود و رفت بالا. کارگرها رو دیدیم که با وانت با چماق بردن بالا. تحلیل محتوای این فیلم به خوبی بیان کننده اهداف و اغراض تهیه کنندگان این فیلم و جریان خزنده‌ای است که در کشور و در این برهه حساس از انقلاب اسلامی مشغول فعالیت است. ببینید در این فیلم از ابتدا تا انتها که چیزی حدود 40 دقیقه 37 دقیقه است، شما مرتب صدای جیغ یک خانم یا چند تا دختر خانم رو میشنوید. خب دوستانی که با الفبای فیلم و مسائل رسانه آشنا هستن، تشخیص اینی که صدا در یک محیط بسته صدا برداری شده باشه یا در فضای باز خیلی خیلی میتونه ساده باشه. متاسفانه ما این صدای جیغ رو در تقریبا تمام فیلم غیر از اون صحبت هایی که
یک نفر به صورت فردی انجام میده، این صدای جیغ رو میشنوه. از منظر علمی فیلم مذکور یادآور شیوه‌های تکنیکی مختلفی است که غرب و امپریالیسم رسانه‌ای سالهاست بر ضد جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده می‌کنند و نمونه آن در فیلم شکست خورده و رسوای بدون دخترم هرگز پیشتر از این نیز مشاهده گردیده است. تکنیک‌های جنگ روانی به کار رفته در فیلم مظلوم نمایی. در شیوه علمی جنگ روانی یک اصل بسیار اساسی و مؤثر مظلوم نمایی است و این ناشی از بعضی ویژگی‌های روانی و عاطفی افراد جامعه مثل ظلم ستیزی و نوع دوستی است. بر این اساس در عملیات روانی و برای دستیابی به موفقیت حتی ممکن است گروه‌های رقیب دست به خودزنی بزنند تا در تلقین مراتب مظلومیت خود موفق‌تر عمل کنند. شخصیت‌هایی که ما تو این فیلم می‌بینیم یه سری آدمه که باز همین خانم میاد تعریف میکنه که آقا ما آدم‌هایی هستیم که زمینمون مکانمون غصب شده و یک سری آدم به ما تعرض کردن، در حالی که میتونه که اینها هم آدم‌های خودشون باشن، یعنی هیچ جای اینا رو پیشونی اینا هیچ جا ننوشته که اینا آدم‌های دانشگاه هستن. می‌بینید که توی این فیلم ابتدا خانومی رو مشاهده می‌کنیم که به شدت او رو ضرب و جرح می‌کنن، کتکش می‌زنن. اولا خود این که یه خانم مورد ضرب و جرح قرار می‌گیره توی فرهنگ ما ستم بر خانم‌ها به عنوان علاوه بر اینکه یه مظلوم کتک خورده خیلی نامردی هم هست، یه عمل فوق‌العاده زشته. خب و اینا از این